ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم دوم، گفتار 38. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. ما از ریگستان برآمدیم. پیرک به من گفت امروز آدم کشی نشد، بیا که به تو کشیشخانه آدم را نشان دهم. اگر خواهی خودت یگان وقت آمده آدم کشی را میبینی. من قبول کردم و ما هر دو از میدانی که پیوسته به میدان ریگستان بوده، در وی میوه فروشان در زمین یا در دکانچه های کپگی می نشستند، گذشته به گوشه غرب شمالی آن میدان رسیدیم. در آنجا یک چقوری لایدان بود که در وقتهای بارش آب برف و باران ریگستان و اطراف آن در وی غون می شده است. هر وقت که آن چقوری بالایهای تگنشین آبی برف و باران پر شود، مردمی آنجا لای سیاهی بدبوی وی را کنده برآورده به اطرافش می پرتافتند. همان روزها به تازگی کنده بودند که بلای سیاهی پوسیده آن چقوری و اطراف آن طاقت کردن ممکن نبود و بدبویی آنجا از بدبویی کوششخانه پیش مدرسه میری عرب ماندنی نداشت. از روی ایذاح پیرک آدمان را در لب همین چقوری می کشتند که خونشان به همین لایدان شاریده می رفته است. پیرک در همان لب چقوری ایستاده، خانه ای را که در بلندی ارک بوده دریچه شیشناکش به طرف میدان ریگستان کشاده می شد نشان داده گفت امیر پگاهانی در همان خانه که سلام خانه اش می نامند نشسته، سلام اهل دربار را قبول می کند و از همان دریچه به ریگستان نگاه کرده مشق سرباز، جزا دادن و کشته شدن آدمان را تماشا می کند. در اطراف آن چقوری و اندک دورتر از آن ریسمان، ارغمچین فروشان در زمین نشسته مالهایشان را به پیششان پهن کرده می فروختند. در رو بروی آن چقوری در دیواری بینای بالای حوض هم چند دکانچه ها بودند که در آنها نیز ریسمان ارغمچین فروخته می شد. پیرک آنها را به من نشان داده گفت یک شاعری بیکار مانده مضمونی در یک جا واقع شدن کوششخانه آدم و بازاری ریسمان را به کار برده شعری زیرین را گفته است. دل برده از کفم صنمی ریسمان فروش، یاران کنون سری من و بازاری ریسمان. در بخارا بازاری ریسمان کنایه از کوششگاهی آدم بود.
حاجی زاکربای غوزه جلاب و کمپیری 70 ساله. یک روزی دوشنبه بود. من در لب غربی صحن بیرونی مدرسه میری عرب در رو بروی دروازه مسجد کلان می نشستم. آن روز بازار غوزه آرام بود. شاید به سبب فردای روزی بازار کلان بودنش باشد، آن روز در آنجا نه خریدار بود نه فروشگار. فقط چند قنار غوزه در بازار می خوابیدند که گویا منتظری کشانده بردن صاحبشان یگان جلاب بودند. در لب صحن مدرسه در نزدیکی جایی که من نشسته بودم قنار پهن کرده 3 کس بروی وی نشسته چای می نوشیدند و نان می خوردند. یکی از آنها حاجی زاکربای نام غوزه جلابی مشهوری گلابیانی بود که عمرش از 60 گذشته به 70 نزدیک رسیدگی بر این می نمود. نام اصلی این آدم زاکربای باشد هم سالی گذشته به سبب به زیارت مکه به حج رفته آمدنش به نام او یک کلمه حاجی هم همراه شده بود. دومی از آن 30 نفر یک جوانی 22 ساله بود که اکنون موی لب سبز کرده بود. نام این جوان هاشم بوده، از همسایه های حاجی زاکربای مذکور از دیهه گلابیان بود. این جوان در بازار غوزه پله برداری می کرد و در وقت نبودن ترازوداری هم از دستش می آمد. حاجی زاکر کامل جان نام پسر داشت که با غژدوانی های ما آشنا بوده به حجره ملا حامدی صوتی رفت و آمد می کرد و هوسی درسخوانی هم داشت. به این مناسبت من به کارهای او یک درجه آشنا شده بودم. غژدوانیان حاجی زاکر را در غوزه جلابی بسیار ناانصاف بود می گفتند و علاوه می کردند که اما بعدی به حج رفته آمدنش از گناههایش توبه کرده شیخها بر این خدا ترس و پرهیزگار شده است. من هم مانند غژدوانی هایمان از حج آدمی پاکیزه شده آمدنی او را باور می کردم. سیومی آن آدم ها مرادی پختکش نام یک آدمی 70 ساله قامت خمیده سفید چهره داغی کنجی تکدار بوده، چینهای رویش پوستی سیبی خام خشک را به نظر نمایان می کرد. این آدم در وقت جوانیش پختکشی می کرده است و بعد از دست و میانش از کار برآمدن به بازار غوزه به قراولی در آمده است. حاجی زاکر در وقت چای نوشی از سفر خود به حج گپ می زد. در مدینه قبر پیغمبر را چگونه زیارت کردنش را، در مکه به خانه کعبه چگونه در آمدنش را به همصحبتان خود حکایه می کرد. نظر به قول او که از شیخ عرب ها نقل می کرد، هر کس که به خانه کعبه درآید از همه گناهانش تماما پاک شده، از مادر نو زاییدگی بر این می شده است. در همین وقت به بازار غوزه یک کمپیر آمد که به سر فرنجی پاره پاره شده و در دست عصایی داشت. او یک خری مسلوخ را پیش انداخته می آمد که بر بالای وی در یک جبال تخمیناً 30 پود بر این غوزه بود. کمپیر به بازار در آمده، در آنجا کسی نبودن را دیده به عصایش تکیه کرده حیران شده ماند. حاجی زاکر به هاشم گفت: خیز غوزه این کمپیر را برکشیده به جوال من انداز، لیکن چنان برکش که خرج امروزه چای و نان و پولی گوشت براید. اگر راست برکش می گفتید به جان خدمت کرده می دادم حاجی عمک.
گفت هاشم. لیکن جوان بعد از لیکن چیزی نگفت و به زمین نگاه کرده ماند. لیکن دزدی نمی کنم گوی همین طور نه؟ گفته حاجی ذاکر به هاشم سوال داد و آتشینانه دوام نمود. کی باز شیخی بر 30 سال شدی؟ دیروز مگر کمکک دزدی کردی؟ دزدی کردم و بعد از این هم می کنم، چون که دل غوزه سفید هم باشد، دل بازار غوزگیان سیاه است گفتند. در میان یک توده جلابان و ترازوداران سیاه دل البته دل من سفید نمی ماند، لیکن از این کمپیر دزدی نمی کنم، گفت جوان با آهنگی اندک تند و تیز. چرا؟ سوال داد حاجی ذاکر تعجب کنان. اگر این کمپیر کس می داشت به همین حال افتادگی خود به بازار نمی آمد. این کمپیر چنان بی کسی می نماید که اگر زنده ماند تنها پول همین غوزه خرج زمستانی او می شود و اگر مرد به خرج گور و کفنش می رود. من جان جوان دارم، من از دزدیدن خرج زمستانی یک کمپیری برجا مانده و از دزدیدن پول گور و کفن او می ترسم، گفت جوان. بسیار خوب. حاجی ذاکر جامه رویش را کشیدن گرفته و جوان را مسخره داشته دوام نمود. در واقع از جان جوانت ترسیدنت لازم است. عجب نیست که از دعای بدی همین کمپیر در خود همین شب مرده مانی، اما پیرها جان سخت می شوند، خصوصا بعدی حج کرده از گناه ها پاک شده آمدن، گفت مراد پختکش سخنی حاجی را بریده. حاجی ذاکر بعد از بارک الله گفته سخنی مراد پختکش را تحسین کردن، سخنی اولی خود را دوام کنند. خودم غوزه این کمپیر را موافق طبعم برکشیده می گیرم. اولش این که من از دعای بدی این کمپیر نمی ترسم. فرض کردیم که از دعای بدی همین کمپیر مرم هم امشب یک گوشتی نخرد، گوشتی پهلوی گوسفند خورده می مرم. حاجی ذاکر جامه رویش را بروی قنار گذاشته از زینه صحن به بازار فرآمد و آهسته آهسته پیش کمپیر رفته به گپ سر کرد. همشیره، این غوزه اتان علی قرق، غوزه از کورکی در آفتاب شکفته است یا غوزه پاکیزه؟ گویان پرسید. غوزه سنبولگی، گفت کمپیر و علاوه کرد. حالا ماه میزان ندر آمده است و غوزه های بی وقتی اکنون شکفته ایستادند. در این وقت علی قرق از کجا یافت می شود؟ عجب نیست که علی قرقی پارساله باشد، گفتم دیه، گفت حاجی ذاکر و علاوه کرد. اگر اجازت دهید بارتان را از خر فراورده بینم. اگر فرارید دعا می کنم، گفت کمپیر. از نبودنی مدارم فراورده نتوانسته ایستاده بودم. حاجی ذاکر جوال را از خر فراورده دهانش را گشاده دیده گفت: غوزه تان بد نیست، فقط از 2 آب مانده بوده است. کم پخته تر شده است، سنگ زیر نمی کند. هرچی هم باشد جلابان جان گفته می گرفتند کویه، حیف که امروز در بازار خریدار نیست. چرا روزی بی بازار آوردید؟ اگر روزی بازار می بود به یگان جلاب فروخته داده به شما خدمت می کردم. حاجی ذاکر دهان جوال را دوباره بسته به کمپیر چشم دوخته ایستاد. ظاهراً او هوای دهنی کمپیر را می پایید. گور به سری بی آدمی شود، گفت کمپیر در جواب.
مردم از شما هم پیرتر بود. با وجود این با جفتی کسانه همین بهار این غوزه را کیشت. بعدی از کلند برآوردن خدا رحمت کند، بندگی خدا را به جا آورد، مرد. من از وجه گور و کفنی وی از بای دیه قرضدار شده ماندم. ارباب مالیات زمین انداز را هر روز طلب می کند. خودم 1 ماه باز روی دمی گرمی طعامی گرم را ندیدم و از همسایه ها چند نان قرضدار شده ماندم. انا همه اینها به بالای همین غوزه بار شده ماند. لیکن 15 روز باز یگان کس یافت نشد که این را به بازار آورده فروخته پول کرده به من دهد. از سیرگپی کمپیر مگر دلی حاجی زاکر تنگ شد که سخنی او را بریده گفت: خوب، غوزه اتان را همین روز می فروشید یعنی؟ خریدار باشد البته می فروشم. دیده ایستاده اید که خریدار نیست، چرا در روزی بی بازار آوردید می گویم؟ من هم به همین گپ جواب دادن می خواستم، گفت کمپیر با آوازی عذرخواهانه و دوام کرد: آخر من این سبیل مانده را، غوزه را نشان داده، به پشتم برداشته آوردن نتوانستم، خر نیافتم. یک همسایه عطاری 4 بازارگر داشتم و فقط در روزی دوشنبه به دادن خرش راضی شد. در دیگر روزها خودم بازار می روم گفت. ناچار انا همین روز آوردم. خوب، امروز خریدار نیست، اکنون چی کار می کنید؟ حاجی زاکر بای از کمپیر پرسید. الهی برکه یابید، ارزان تر باشد هم کور شود و یگان کس فروخته دهی. من این سبیل مانده را به کجا گردانده می برم؟ اگر گردانده برم البته دوباره به بازار آورده نمی توانم. گور به سری بی کسی و نابودگی شود. اکنون وقتی بروی تخته گرفتنی کمپیر رسیده بود، چون که او خود را مانندی مرده‌ای که به دستی مرده‌شوی افتد به دستی حاجی زاکر سپرده بود. حاجی به کمپیر گفت: خوب میلش، یک کاری ثواب کنم. آدم ها مسجد و مدرسه می اندازند، من هیچ نباشد از خودم پول خرج نکرده دلی شما را به دست گیرم. الهی ایمانتان همراه شود، توی نبیره و ابیره هاتان را بینید. کمپیر دعا کنان سخنی حاجی را برید. حاجی دوام نمود: من غوزه تان را ارزان نرخ نمی کنم. بعد از برکشش را معین کردن پولش را نقد از کیسه خودم می دهم. فردا روزی بازار به یگان جلاب فروخته پولی خود را می گیرم. میلش، پولی من تا فردا مانندی قرضی حسنه به غوزه شما بند شود، خدا از جای دیگر می رساند. کمپیر حاجی را از تگی دل دعا می کرد و حاجی زاکر غوزه را از جبال به زغامه گرداندن گرفت. در وقتی که حاجی زاکر با کمپیر گفتگوی می کرد، مراد پختکش به هاشم گفت: در دهه ما بازارچه نسیم خرخور نام یک کس بود. او خرباز بود و خرهای خوبی هنگی نگاه داشته در میانه بخارا و وابکند و بخارا و مزار بهاءالدین کیراکشی می کرد. سال گذشته او به یک فلاکت گرفتار شد. دزدان یک راهگذر را داشته به زمین او که جواری کشته بود در آورده همه چیزش را گرفته خودش را کشته پرتافتند. از روی شریعت هر جنایت معلوم نشود صاحب زمین گناهکار می شده است. بنابراین میرشب او را دستگیر کرده به زندان بخارا انداخت. در مدت 1 سال خرهای او را هم زمینی جواری کشته اش را برادرش فروخته برای خلاصی دادرش به میرشب خوراند، اما او خلاص نشد. امروز شنیدم که از امیر حکم کشی او برآمده است. امروز
میرشب به عکه خرخور گفته است: اگر همین شب 2000 تنگه آوردن ندیهی، فردا پگاهانی دادرت کشته می شود. لیکن او 2000 تنگه آن سو ایستد، 2000 پولی سیاه یافته نمی تواند. مراد پختکش در آخری حکایت خود گفت: اگر من امیر می بودم، بجای نسیم خرخور حاجی زاکیربای را می کشتم. این جلادی بیکار هر روز خونی چندین دهقان را می ریزد. آخر ماری مومین خونی مومین گفتند. حالا می خواهد که این کمپیر را هم کشد. در این وقت فریاد کمپیر شنیده شد. او می گفت: من خودم به دستم برکشیده آورده بودم، در ترازوی خود برکشیدم. در بازار کم نبراید، حق ترازوبان و مشتک هم براید گفته قصدن وزنین برکشیده بودم. خب گوی که چقدر بود؟ گویان تو گفته حاجی زاکیر به کمپیر دوغ میزد. یک تا برکشیدم. در ترازو سنگی 4 2 کیلوگی مانده برکشیدم. وقتی که هر ترازو را به جوال می انداختم، در یک طرف یک دانه غوزه می ماندم. بعد از برکشیده شدن غوزه، آن غوزه های برای گم نشدن شمور ماندگی هایم را شمرده دیدم که 24 تا برآمد. این یک 24 4 گفتن است. آخر شما 16 4 برآوردید. حاجی زاکیر کمپیر را حقارت کنان غوزه را به جوال کمپیر انداختن گرفت. او خود به خود گفت: به خدمت تهمت گفتند که تماما راست است. و به کمپیر خطاب کرده گفت: مگر من برای تو را فریب دادن سال گذشته 4000 تنگه خرج کرده به حج رفته آمدم؟ غوزه‌ات را گرفته بر منجلق، بعد از مردنت ارباب دیهت فروخته به تو گر و کفن می کند. کمپیر سوس شد. من گردانده برده نمی توانم. هر چی که کنید من به خدا می سپارم، گفت او. به خدا می سپرده است، گفت حاجی زاکیر خود به خود و به کمپیر نگاه کرده سخنش را دوام کنانید. مگر خدا کاری دیگر ندارد که از پی به عمل آوردنی سپارشی تو می دود؟ آخر حاجی زاکیربای بعد از زاری و التجای کمپیر غوزه را به جوال خود انداخته، نمیدانم چند پول باشد، به کمپیر داد. کمپیر آن پول را نشمرده به نوگی رومالی سربندش بست. جوال خالی را به بالای خر پرتافته وی را پیش انداخته عصازنام از بازار برآمدن گرفت. من گمان کردم که او به یارمندی کسی به خر سوار شده نمی تواند. بنابراین به پیش او دویده رفتم که به خرش سوار کرده مانم، اما او قبول نکرد. من پیر شدم، به بالای خر نشسته نمی توانم. چشمم سیاه می رود و می غلطم، گفت کمپیر. الهی خدا به این نیت نیکت تو را به مرادت رساند. گویان او مرا دعا کرد و در حالتی که از چشمان خشکیده‌اش به رخساره پژمرده‌اش آب می شارید از بازار برآمده رفت.
من از بازار غوزه برآمده راست به حجره پیرک رفتم و به او گفته‌های مراد پختکش را نقل نموده او را از احتمال فردا پگاهانی کشته شدن نسیم خرخوری بازارچگی خبردار کردم و از وی التماس نمودم که فردا پگاهانی برای دیدن آدم کشی همراه من به ریگستان رود. او قبول کرد. من به حجره اکم رفتم. هوشم در سر نبود و خیالم به کمپیر بند بود. شب خوابم نبود. هر وقت که چشمم را می پوشیدم هیکلی فرتوتی کمپیر در حالتی که گریه کنان و عصازنان از بازار برآمده می رفت به نظرم نموده می ایستاد. شما گفتار 38 را از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامقولов، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.